کمی صحبت کنیم سوزن؟ البته. با اجازه شما. قادر و حسرت در عدن زندگی میکنم. به عدن رفتن بس نیست مگر؟ همه کارها رو تو حل میکنی، یگان کس رو روان کن که حل کنی. آنجا جای کار اولی من است. چه خیلی که میدونی حسیاتی معنوی دارم. آنها نیز فرزندانی منند. شاید کمال تنها برای کار نرفته است، یا برای از تو دور شدن رفته است، یا اینکه برای استراحت کردن. نامش نیلگون. مادر. کریم. با کریم چی شده است؟ چی شد؟ او تو رو رنجاند؟ وای به من پیشنهاد خونه دار شوی کرد. چی؟ خیر؟ بعد چی شد؟ دخترم، در زمان ما دخترها این پیشنهاد را دائم انتظار می شدند. آخر کریم فکر میکند که پدرم مرده است. یعنی یا دروغ گفتن را دوام میدهم یا اینکه دیگر دروغ نگوی دخترم. مرا گوش کن. با دروغ اویله دار شدن خوب نیست. میدونم که اول گفتن نتوانستی، اما حاضر باشد. مجبوری که حقیقت را بگویی. اگر نفهمد، اگر جنجال کند، از من دست کشد چی؟ اگر در حقیقت دوست دارد دست نمی کشد. اگر در حقیقت دوست دارد تو رو می فهمد. با او چی جواب می دهی؟ با من چی کاری می خواهی بکن؟ داد زن، دشنام ده. ولی میدانی که حاضر وقت این گپ ها نیست. اینجا باید ما یک چیز را فکر کنیم و هم باشد سلامتی مرد است. من بعدا نمیرم سوزن. باید این موضوع با فرزندانم صحبت میکنم. کار کرده آنها را راضی میکنم. لازم شود التجا میکنم. سوزن مرا میشنوی؟ سوزن به خود بیا. من باید به عدن روم. میشنوی؟ من هم میروم. به یگان جا نمیروی. من تنها میروم، نه برای جنجال بلکه برای راضی کردن آنها میروم. فهمو؟ من هم میروم. به یگان جا نمیروی. نمیخواهم که پسرمان قربانی غضب تو شود. اینجا میایستید در نزد پسرمان. من به عدن تنها میروم.